سلام گزیتی عزیز، یک هفته دیگه و یک گیم اوور دیگه با اخبار روز تکنولوژی، موبایل، گیم و قیمت‌های روز بازار هستیم خدمتتون. ادامه ویدیو همراه من باشید. خب قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا، دوستان با لایک و کامنتاتون از ویدیو من حمایت کنید که بیشتر دیده بشه. میرم سراغ ادامه ماجرای هفته گذشته، بحث هک شدن استودیوهای مختلف گیمینگ و راکستار که الان میدونین دارن سورس کدای جی تی ای 5 رو به مادسازا میفروشن با قیمت $2000. یعنی رسما دارن میگن آتیش زدیم به مال یارو بیایید ببرید و وضعیت داره همینجور بدتر و بدتر میشه. من نمیدونم، حالا کسایی که توی ردیت و رسانه‌های مختلف دارن مسئله رو میخونن لطفاً یه ذره به ما بیشتر اطلاع بدن، چون من انقدر شلوغم نمیرسم یه سری مطالب رو تا تهش بخونم. انقدر سینمایی و جنایی شده ماجرا که میبینید یه مقداری میگن خیلی ظاهرا این مسئله عمق داره و احتمال داره یه سری فایل‌ها و اطلاعات بیشتر هم از راکستار این وسط بریزه بیرون، چیزی که دزدیده شده خیلی بیشتر از این حرفاست. یه خبر خیلی خوب برای طرفدارای سایلنت هیل که تهیه کنندش گفته تو سال کجا میخواد بگه نمیدونم، فقط میدونم تو 2024 میخواد بهمون بگه که آقا جان یک بازی از این سری که داره از سایلنت هیل میدونیم چندین نسخه مختلف هستش قرار بیاد و امیدوارم بالاخره این جای خالی سایلنت هیل بعد از این سالها با یه عنوان خوب پر بشه و واقعا قشنگ خون تو رگامو یخ بکنه از ترس. استودیو گوریلا گیمز که با بازی هورایزن زیرو دان میشناسیمش یک رکورد خیلی خفنی داره میزنه به عنوان یک استودیو انحصاری ولی مجزا مستقل. تقریبا نزدیک 25 میلیون از این بازی رو فروخته و رکوردهای بالایی رو به ثبت رسونده، حتی بالاتر از گادآوار 2018 و این خودش داره نشون میده که این استودیو چقدر داره میتازونه و مسلماً سونی سرمایه گذاری بهتری روش میکنه برای عنوانهای بعدی. خب کمتر از 3 هفته دیگه میدونیم که تا انتشار پرنس جدید فاصله داریم. یک بازی خوش ساخت پرنس آف پرشیایی که تو گیم پلی شده که من خیلی حال کردم به عنوان کسی که تمام پرنس‌های قدیمی تجربه کردم و طرفدار این سری بودم و این سالها این خلأش رو خیلی از پرنس بازا احساس می‌کردن. چرا یوبیسافت اینو گذاشت کنار؟ عنوانی که خیلی خوب میتونست عنوان ادامه‌ای رو براش بسازه، یعنی ادامهش بده دیگه خوب، ولی رفت سراغ عناوین دیگه مثل اساسن کرید و فارکرای و اینا چسبید، اینو بیخیال کرد. الان امیدوارم این عنوان انقدر بهتره کنه که سریعا سری ساختش رو در دست کار قرار بده و یک عنوان بدون باگ و عیب و ایراد باشه دیگه. یوبی باگ و داستاناش دیگه میدونید. همونطور که میدونید بازی سال از نظر کلیه رسانه ها مشخص شد دیگه. بازی بولدرز گیت 3 هستش و رتبه‌بندی مختلف هم تو بازی دیگه اینا مشخص شد، ولی بعضا رسانه ها به صورت شخصی بازی سال خودشون رو معرفی میکنن که جالبه. دیجیتال فاوندری اومده گفته از نظر من آرمور کورد بازی سال 2023 بود و یه بازی که از همه نظر فوق‌العاده خاص و متفاوت توی سری ساخت خودش و کلا به عنوان یک بازی تو اون سبک ارائه شده. من خودم به عنوان کسی که اصلا سری آرمور کورد رو دوست نداشتم و توی نسخه‌های مختلفش یه مقدار گیم پلیشو میدم مثلا حالم بد میشد، یه جوری بود. بالاخره کسایی شاید خیلی طرفدار دو آتیشش باشن ولی یه سری هم مثلا من خوششون نیاد، ولی این نسخه‌شو که دیدم یه ذره انگولک شدم که یه جوری برم یه مقدارشو تجربه کنم. شایعاتی میدونیم که مدتی داره در رابطه با سری بازی گریز آف وار منتشر میشه که اولیش در رابطه با ریمستر نسخه 1.2.3 این بازی هستش و بعدیش اینه که الان داره قوت میگیره معرفی نسخه 6 این بازی هستش که این داره احتمال این دوتا رو با هم دیگه قوی میکنه که یک ریمستر 1.2.3 در کنار یک نسخه 6 رو توی سال 2024 شاهدش باشیم که از سمت مایکروسافت عرضه میشه. بچه نوروز امسال هم که حسابی دست پر داره برامون. یکیش که بازی دراگون دوگمه 2 هستش، دوست دارم اسمش اینجوری بگم بچه‌ها، و این که میدونیم این بازی الان از سمت کپکام داره حسابی پولیش میشه و تا اون تاریخ با یک بازی خیلی خوش ساخته با یک گرافیک واقعا متفاوت توی این سبک مواجه هستیم که 4 تا کلاس مختلف این بازی رو میتونن طرفدارای حالا جادوگر و دزد و نمیدونم مبارز و اینجور داستانا اینجوری شروع کنن بازی رو به تجربهش بپردازن، یعنی تعطیلات چه تعطیلاتی بشه. و از اون رایز آف د رونین هم که دیگه اصلا نگم براتون دیگه، از کسایی که سبک بازی سامورایی و نینجایی و اینجور چیزا رو دوست دارن، من که مثلا طرفدار گوست آف سوشیما اینا بودم، یعنی یک بازی با گرافیک بروز و خفن و کلی قابلیت جدید که تو اون حال هوا میتونیم
تجربهش کنید تو تعطیلات عید امسال. خب بچه اخبار تکنولوژی رو با معرفی S37 شیائومی، اولین خودروی تمام الکتریکی و اصطلاحاً هوشمندی که میتونه خودران هم باشه و اینهایی که دیگه از سمت این کمپانی به صورت خیلی اقتصادی و قیمت متفاوتی از خودروی برقی که الان توی بازار دنیا هستن میخواد عرضه بشه و گفته که من میخوام تو 5 سال تو عضو 5 خودروساز اول دنیا قرار بگیرم و با این قیمت و با این امکاناتی که رو خودروش گذاشته، تکنولوژی خیلی خاص 800 کیلووات یعنی 800 ولتی که روی باتریش هستش که میتونه توی تقریبا 5 دقیقه تا برد 200 کیلومتر مسافت باتری رو براتون شارژ بکنه. 15 دقیقه تا 510 کیلومتر میتونید این خودرو رو شارژ بکنید. توی 3 تا رنگ خیلی خفن قرار این خودرو عرضه بشه و این که من نمیدونم شما نظرتون چیه، اگر این خودرو پاش برسه به ایران که کی میره اون ماشینای داخلی خودمون رو بخره؟ فکر کنم با این قیمتا بریم ماشین شیائومی و خودرو شیائومی بگیریم. بچه این خبر رو بعد برای اپل بازار چند تا سوراخ پیدا کردن در گوشی‌های اپل، یعنی در حفره‌های امنیتی که توی لایه سخت افزاری است. یعنی دیگه داشت نرم افزار پرم افزار اپل کاری نمیتونه کنه. تو 4 سال اخیر این مشکلای سخت افزاری توش وجود داره که باعث میشه هکرها خیلی راحت بتونن نفوذ کنن توی گوشی و محققای اصطلاحاً امنیتی متوجه شدن که توی 4 سال اخیر خیلی مثلا از آدمای مهم و معروف توی حالا روسیه از طریق این حفره‌های امنیتی تحت نظر بودن و احتمال داره خیلی کسای دیگه هم به راحتی از طریق یک پیام آی مسیج تحت کنترل گوشیشون قرار گرفته باشه و کلی اصلا اطلاعات داخلیشون اینو کاملا تحت کنترل و در اختیار هکرها باشه. جالب اینجاست که گوشی تو ریست بکنی هم دوباره با یه پیام اون سیستم فعال میشه و یعنی هیچی. این هم اون اپل کاملا سیف و ایمن بود 4 سال پیش تا الان، کم نیستا. خب میریم سراغ اخبار سینما و پرده برداری از پروژه‌های چندگانه سری انیمیشن کارز. بابا بیخیال کنید این انیمیشن. ماشین شده هم ماشین پراید ما مال 20 سال پیش، دارن همون هی رنگش میکنن به شکل‌های مختلف به خورد حالا صنعت سینما و بچه‌ها میدن. بابا لااقل ماشینه رو مدل جدیدشو بدید توی انیمیشن بیرون، بگید آقا عوض شده مدلشو بروز کردیم. دارن یه چند مدل دیگه ازش سینمایی و سریال و اینا میسازن که میخوان دوباره بدن بیرون. امیدوارم یه مقدار ماشینه رو بگن که آقا جون آپدیت شده، تیون شده، لااقل اتاق جدیدشو نشون بدن به مخاطبا. یه تیزر جذاب دیگه از کنگ فو پاندا 4 معرفی شد که امیدوارم اون خرابکاری نسخه قبلش رو جبران کنه، چون یه مقداری به اوج رفت افتاد. این یکی از انیمیشنایی که من باش خاطره خوبی داشتم، دوستش دارم و امیدوارم این 4ش به اوج برگردونه این انیمیشن. یه نکته جالب در رابطه با فیلم‌های سینمایی 2024 بهتون میگم که اکثرش ادامه فیلم‌های سینمایی سال‌های قبلش هستش. مثلا میتونم بهتون بگم دان 2، سونیک 3، ونوم 3، گلادیاتور 2 و خیلی عنوانای دیگه که نسخه 2، 3 یا 4ش حتی مثل بد بویز 4 هستش که امسال قراره 2024 اکران بشه. میریم سراغ قسمت بدمزه رفت قیمتا. بچه‌ها بدونید که امروز که جمعه است دارم این ویدیو رو براتون میگیرم، یعنی شنبه و یک شنبه قبل از سال نو میلادی، فکر کنم تنها 2 روزی هستش که بازار ما همچنان توید با قیمت خوب خرید کنید. بعد از اون احتمالاً چون میگم بازار یه جنس جدید نمیاد و الانش هم میتونن حرفو بزنن و بعید نیست یه سری از بازاری همچین حرفی رو شروع کرده باشن بگفتن جنس جدید نمیاد، به تعطیلات سال نو آخر میلادی خوردیم و فلان و فلان فلان، قیمتا شروع کنه جامپ کردن به بالا. برای همین حواستون باشه که خریدتون رو اگر میخواید اونایی که قصد دارن انجام بدن تو این شنبه یک شنبه انجام بدید. قیمتا خیلی مناسب شده. الان ایکس باکس سریز ایکس اومده بارش رولوش 25 تومن، اینطورا میتونید خرید بکنید. پلی استیشن 5 استاندارد سری 12 12 08 12 20 اینا رو الان روی 24 24 و نیم استانداردش میتونید خرید کنید، روی اولوش 23 دیجیتالش میتونید خرید کنید. پلی استیشن 5 اسلیم رو هم روی نسخه استانداردش الان روی 26 تومن میشه خرید کرد. کف قیمت تو بازار هست روی سری 22 صفر و ایناش و سری دیجیتالش رو هم که روی هولوش 25 اینا الان میتونید خرید کنید. قیمتش خیلی داره دیگه نزدیک به هم میشه. و اینم یه نکته خیلی ریز بگم برای سری دوستان که میگفتن ببین دستگاه بد قیمتش داره میرزه. دوست عزیز من، این دستگاه قیمتش اینه، حالا نوبرونه بود، بار کم بود، قیمت بالا بود، داره میریزه بیاد به قیمتی که هستش برسه، چون جایگزین سری قدیم میشه، به صرف داره میره کنار، این میاد جاش. از اون ور دسته ها شرایط خیلی خوبی دارن. دسته پلی استیشن 5 و الان تو رنج 3 تومن میتونید خرید بکنید، 3 تا 3200 بسته به رنگ بندی مختلف. دسته الایت کنترلر در واقع
میگم الایت کنترل. دوال سنس ایج رو هم رو هولوش 8.5 9 میتونید تهیه کنید. از اون ور رو دسته‌های ایکس باکس شرایط باز بهتر هم هستش. 2500 2700 میتونید دسته ایکس باکس سریز اس ایکس رو تهیه کنید، رنگ بندی مختلفش رو، و دوال رفتم حالا اینجا دارم جابجا میگم دوال سنس رو. الایت کنترلر 2 یا همون الایت 2 کور رو توی بازار میتونید رو هولوش قیمت 5500 تا 6.5 تهیه بکنید. بسته اینه که بهتون بگم این دسته اون پک کیف و اینا همراهش نیست، اشتباه نکنید. اون کیفش و اینا هم نزدیک 4 5 تومن جدا بهتون میفروشن. یه سری رفرشش هم اومده توی بازار هولوش 4 4.5، البته از 3 تومن شروع میشه در به داغون و کرکسیفاش، تا 4 4.5 میتونید دسته‌ای رو با این شکل شمایل با کیف و لوازمش و کابلش و اینا فول تهیه کنید که این هم یه گزینه خیلی خوبه. تستش بکنید، سالم باشه، واقعا یه دسته‌ای که برای ایکس باکس و برای پی سی گیمر بازا خیلی خوب کار میکنه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. فعلا خدا نگهدار.